هنگامه ثبت نام در مکتب خانه روستا رسیده بودندی و از این بوی ماه مهر و تصمیم کبرا و این حرفا و متقاضیان خود را جهت ورود به مکتب خانه ثبت نام می نمودندی. این چه سر و وضعی است؟ مکتبجو که نباید بدین سان آراسته باشندی. برو با ریش بلند و موی ژولیده و لباس شلخته بازای. طبق تبصره ماده آیین‌نامه قانوننامه ثبت نام باسوادان ممنوع است. تو هنوز مکتب نیامده کتاب بغل کردندی. برو و هر وقت بی سواد شدندی بازای. در این مکان از پذیرفتن ستاره داران به شدت معذورندی. اول برو ستاره هایت را به آسمان فرستادندی، سپس بازای. در خانه کارهای مهمتری دارندی. برو به آنها برس، سپس به مکتب خانه بازای. وقت نهار و استراحت است. برو سپس بازای. مهلت ثبت نام تمام شده اندی. برو و سال دیگر بازای. همانطور که در درس پیش گفتندی برای ساختن یک برج بلند دموکراسی باید مقاومت مصالح را طوری محاسبه کنندی که در فرمول آن نه سیخ بسوزندی و نه منقل بیت کدخدا آقا خاموش شوندی. و اینگونه بود که نخبگان روستا در راستای برنامه 15 توسعه قدم برداشتند و احسن یک رشد پیشرفت خفن علمی که انگار مشت محکمی در دهان روستاهای غربی و یه جور آموزش رایگانی همگانی که اصلا نگو و نپرس.